سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم جور سلامت باشید. دیگر روزه و نماز شما قبول باشه. امروز هم پنجشنبه 27 ماه مبارک رمضان است. روزه و نماز کلگی شما قبول باشه. دیگر ما امشب یک نظری کنیم. قد از ما باشید که ما چی پخته میکنیم. آرد گرفتم، دیگه تخم گرفتم دیگه. 4 تا تخم مرغ زیاد نمیندازیم. این هم مای خمیر است. این از این کره گرفتم دیگه. شما میتونید از اون کرهایی که داخل پلاستیک قوطی کرده است از اونم میتونید استفاده کنید. من فعلا نداشتم در خانه، همین را دارم، همین را استفاده میکنم. دیدید ما کره را آب کردم، همین را دارم میندازم. چای خوری یالا چی غذا خوری ببخشید دیگه. از این شکرم میندازم. از 2 لیوان شکر میندازم که خوب تر بیاد دیگه. اینم دیگه تخم مرغ نمیدونم من مسکه اینا را قد از این آرد قاطی می‌کنیم. یک از این مای خمیر میگیرم، مای خمیر آماده من میگیرم. همیشه مای خمیر تر منظورم دیگه. مای خمیر تر خوبم زود بال میه دیگه. یه ما شیر نبود که با شیر خمیر کنم. شیر خمیر کنی خیلی خوب میه. زیاد مزاحمت نکنه دیگه. امروز هم خیلی گفته خوب همونطور چیز است، یعنی گرم، همونطور میگرین پنجره باز است. خیلی یک هوای خوب است بیرون امروز. دل آدم نمیده خانه باشه، فقط میخواید برو بیشنیم گلافته. اوپس وارد خلیوک خیلی هم راحت نبود. تنور داغ هم که خود بودم دیگه. وای ولی خوب بود، خیلی خوشمزه پختم شد، مزه‌دار. با دستکش دیگه خیلی راحت نیست خمیر کردن. مردم دیگه. مرد خوب میزنیم. خب سختی خلیش هم اینه قدر است دیگه، نه اونقدر سخت باشه نه خلیو باشه. بسراقش خوب بیاد دیگه. امیدوار هستم که بسراق از این دسته زمین که سایخ رو کردم خوب بخی مانده کرد توش نشتم دیگه. روزایم دیگه خوب یک قدر آرد خوب چیز کنم که خوب همونطور چیز شونه خوب آرد روغن چه برشونه گفته از که در افغانستان هم در موقع که آرد خوب مشت بزن که نان چه خوب بیاد. نه اگر خوب مشت نمیزدیم گفته نکتیره درست مشت نکده آرد چه خوب نشده یا درست نمالده دیگه. اینم از خمیر از ما. خب دیگه دوستا عزیز هم خمیر ما شد. اوپس اینجا همه را شوش کن تمیز کرد دیگه. ما ثوابش بیشتره این بگو درست کنی دیگه. زن خوره دیدم که پیرم نامه چت هم شد دیگه. رفت ششتی با آوش جاره راستشو بگی با قف زدی با صابون یا آوش جاره ششتی؟ خجالت چیه؟ آوش جاره اینه بدون صابون بدون صابون چیه؟ بدون وانا زایفه. ترجمه کن البته تو بچه زایفه یگانه بسلخ زود پخته بس. زود پخته میشه.
برابر قیچی پختم. Wo die steht? Du glaubst oder das stimmt? Ich glaub. Muss mal, du willst ja mal nicht gezeigt mir. Du weißt doch, ich hab die letzte Musik hier gefunden. Guck, hier drin. Ich hab den noch nicht da. Nein, aber sorry, da. Der holt zur Stimme, wenn man ihn sieht. Ich schrie mir mal. Ja, noch kapiert das denn? Oder wann ich guck mal nach dem wieder. Ja. از رقمش خیلی مزه‌دار معلوم میشه. یا من روزایی برین Ich mache eine Maus und dann Ja. esse ich. Ja, natürlich nicht gegessen, wir müssen essen. Ich mag Mini-Ballon. Ich hab ein paar Mini. 8-jährige Kinder. Du bist nicht 8, aber ich bin 8. Nicht so. تو گفتی بس میشبسن تو خودتونیه مینی چی رقمه بگوی شیرین شده نمکی شده البته ما نمک انداختیم من شکر خوب شده مزه‌دار شده؟ بگلیش؟ اوکی نوشی جان شد دوستای عزیز دیگه نان تقسیم میکنم اصلا داخلش خام نمانده اینا داخلش خام نمانده خیلی هم خوبش پخته شده وقتی تودرم نیم اینه خیلی خوبش پخته شده اما نرگس امی ابی از امی نرگس ندیم چطور میشه از امی اما امیرم ندیم چطور میشه تمام وقتی امیرم ندیم چطور میشه ها 2-0, ja. 2-1, na 2-1. Nein, 2-0. Warum? Ja? 2-1 mein Team. Ja. Okay, ja. Oh, ich darf wohl nicht mehr. Was? Am Kastrane hast du die gehst du nach دیگه قش از خودمون قشی زفاینا را کنیم Ja, einmal alle Leute, wo wir da waren. تشکر دوستان عزیز قد از ما بودید دیگه تا برنامه بعد و یا ویدیوی دیگه شما رو در خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار خداحافظ شما Aber Papa, دیگه بس همین خالی سایا